آخوند رافضی دشمن وحدت اسلامی. شما فکر میکنید این سنیایی که روزی 5 بار میدوئن میان تو مسجد الحرام اینقدر ثواب میبرن؟ والله نمیبرن. چرا نمیبرن؟ چون ظلم کردن. به کی؟ میگه یه مهره رو اومدی جابجا کردی که من گذاشتم اونجا، غلط کردی. من گفتم خاتم انبیای من حبیب من است، وصی او علی است. چرا دستای علی رو بستی؟ تو برکت میخوای؟ تو ثواب میخوای؟ تو میدانی که تمام انحرافاتی که در طول تاریخ از زمان رحلت پیغمبر اکرم تا الان اتفاق میفته همه رو تو پرونده تو می نویسن که علی را خانه نشین کردی. تو نمیشناختی علی را؟ ببینید این آخوند رافضی چگونه بذر کینه و دشمنی در میان امت اسلامی میکارد. او نماز و عبادات بیش از 1,400,000,000 اهل سنت را باطل می‌داند به خاطر اینکه به گمان ایشان 1400 سال قبل نگذاشتند علی رضی الله تعالی عنه به خلافت برسد. شما را به خدا اینم شد منطق؟ اگر اینا مأمور و دست نشانده صهیونیسم جهت ایجاد دشمنی میان امت اسلامی نیستند، پس مأمور چه کسی هستند؟ به فرض اینکه کسی مانع از به خلافت رسیدن علی رضی الله تعالی عنه باشد، مگر الله متعال در قرآن کریم نمی‌فرماید ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ هیچ کس بار گناه کسی دیگر را به دوش نخواهد کشید. این است طرز تفکر این آخوند. وای به حال کسانی که پای منبر این آخوند و امثال او تربیت می‌شوند. وانگهی چرا اینها یک آیه صریح قرآن و یا یک روایت از علی رضی الله تعالی عنه در اثبات امامت وی نمی آورند؟